السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز که ما کدام اپلیکیشن هایی که به خاطر کیپا و تین و امازون استفاده میکنیم در موبایل براوزر او نمی باشم، خصوصا در مختلف کشورها یعنی اپلیکیشن در موبایل نمیه. خب شما چی میکنید در موبایل خودتان؟ قسمی که ما یعنی کیپا را میخوایم که داری دانلود بکنیم، او به او اینمی ایکانا کی جمعه اینمی را میخوایم قسم موبایل واری او را اینستال بکنیم. متوجه باشیم ما برتن سکرین شیر میکنم از موبایل و شما از طریق موبایل ای را میتونید که ببینید. ما اسکرین شیر میکنم، شما ببینید متوجه باشیم یکی یکی را استپ به استپ پیش میبریم. خب شما میایین پیش از او که دیگه بین اول میرین در صفحه تنم در موبایل اینی اسمش هست، اینو برتن روان کردیم، اینی جسته ایره کلیک میکنید، اینی میره میگیرین میرین پلی ستور رو کلیک میکنیم. من که در پلی ستور رو نمیشته کردیم، اینی اسم شما کپی بگیرین یا زیر ویدیو هم میباشه، اینی لینک شما میتونین اینی نام زیر ویدیو بگیرین یا اینجا موجود است. ما که ایره دانلود کردیم، اینه شما میبینین صرف ما اوپنش میکنم. شما هم ایره اوپن میکنید که دانلود کردن از پلی ستور خیلی کم، یک چند بیسته. ایره اوپن میکنید، این قسمی این صفحه برتن واز میشه. صفحه که برتن واز شد، این نو صفحه برتن این قسمی میه، این قسمی یک صفحه برتن میه. این صفحه که برتن آمد، شما اینجا چیز را میبینید، اینی تیر نشانه که دادم اینی را میبینید. اینی میره که کلیک میکنید، شما اونمو چیز دیده میتونید در اینجا که ما شما کدام ایکنا را که نزد به خاطر کیپا و امازون و داری استفاده میکنیم او را ببینیم. اینمی در اینجا میباشه، شما ببینید چیزی عالی نیست. خب ما پس میریم به صفحه صفحه اول میریم. شما اینمی اسم ایجا نمیشته میکنین، اسم فرض کنید که نمیشته کردین. اگر ایجا نبود شما میتونید که در چیزم نمیشته کنین، مشکل نیست. اگر لینک زیر ویدیو میباشه کسی نمیشته کرده میتونه نمیشته کنه، اگر نباشه این تیار آماده، این اینجا تیار آماده، اینمی تیار ایجا است. اینمی را کلیک کنید، این که کلیک کردین این صفحه برتن واش. صفحه خود به شما قسمی واش شود، به شما خود یک قسمی صفحه واش شود. علی برتن بگم خود به شما سفر دیگه قسم باشه. شما چی کنید؟ شما برین صرف اینمی تیر نشانه بزنید. تیر نشانه که زدید اینجا بین موبایل تانه بالا ببرید، اینمی را دیستاب کنید. این موبایل تانه اینجا دیستاب کنید. این که دیستاب کردین بس صفحه تانه به این قسمی میشه. شما میتونید ببینید این قسمی برتن میشه. در کدامش که شما راحت تر هستین میتونید که کار بگیرین. خب بالا سرچ میرین، در اینجا بالا سرچ میرین، این سرچ در اینجا میرین، اینجا نمیشته میکنم ما مثال کیپا نمیشته کردم نلیمه این کیپا آمد. هر ایکانی که شما به امازون استفاده میکنید این کیپ آمد. هر ایکانی که استفاده میکنید سریزی کلیک میکنید، که سریزی کلیک کردیم این براوزر برتن یک قسمی واش شد. شما ببینید ای ایکان برتن آمد، این اینجا برتن آمد. این میره میخواین دانلود بکنید. یکی این میتونید که شما کلیک کنید ای دانلود میشه. سی شد انشالله. خب دوم ما شما دیگه کدامش داریم ایره منتظر میمانیم که دیگه کدامش نه از ما شما است که او را ما شما اینستال کنیم. ما در این موبایل چیز دوباره آوردم، اینجا نمیشته کردم FBA کالکولیتر. FBA کالکولیتر ما نمیشته کردم. سی شد. اینجا ایره نمیشته کردم، میخوایم که ایره دانلود بکنیم. سرشان اینمی چیز انتر را میزنید، یه طرف انتر برتن اینجا میه، اینمی را میزنید شما که زدین انتر میکنید که کلیک کردین سرشان علی برتن FBA کالکولیتر میه. یکی کیپا شد، یکی را چیز میکنیم، دوباره را کلیک میکنیم. اینه اینجا FBA کالکولیتر پایین است، شما بالا میرین سفر میبرین، باز اینی علامه را استپ به استپ برتن گفتیم به خاطر از اینکه شما راحت تر باشه. اینی علامه را میزنید، این تیر نشان کس میزنید پایین دیگه صفحه برتن میه.
سفر خوبسی بالا ببرین. بالا بردین این بی کالکولاتور. این بی کالکولاتور است. اینی میره نشانی کنین. اینی می بی کالکولاتور است. خوب این انتخاب کلیک میکنین. سرشان کلیک میکنین. سرشان کلیک کردین برتن ای بی کالکولاتور علی میه. ببینید سفر یک زبردستانه که دور بردین. اونو ببینید اونمو ایکن آمد. میبینید ای ایکن آمد. شما ایره کلیک میکنید. ایره که کلیک کردین شما چطور میفهمین که این میره در موبایل ما ذخیره شده. در موبایل ما ای ذخیره شده. ایره برتن علی راهنمایی میکنه که در موبایل تنه ای ذخیره میشه. اینی می کرومه. شما بجای گوگل کرومه بجایش اوپیرا اینی میره استفاده بکنید. خب اینی دانلود میشه. ما پیش کیپا را دانلود کرده باشیم میرین اینی اپشن میزنید. این اپشن که زدین این بالا این اپشن که زدین ایره کلیک کنید. ایره که کلیک کردین با دوباره باز اینی اپشن برد میه. این اکستنشن اینی ما شما که اکستنشن علی دانلود کردین ببینید کیپا آمده. اینه ببینید کیپا هم آمده. اگر میخواین آن بکنید شما کار میکنین آنش کنین. اگر کار نمیکنین آفش کنین. شما میخواین در آمازون کار بکنید شما ایره آن میکنین. مثال طور ما اینجا نمیشته میکنم amazon.com. ما اینجا ایره نمیشته کردم انتر میکنیم. این صفحه امازون وا شد. پس میرین در این میجه اول از کلی که در پیش چی میکنید گوگل نمیشته میکنید. گوگل یکی زیر شد google.com انتر میکنید. ایره که انتر کردین این صفحه بردن واز میشه. گوگل که ما انداختیم این گوگل این صفحه برتن باز میشه. دی پایینش ببینید افغانستان است. چی شد؟ از هر کامپیوتر اونمو افغانستان میاد. باز شما برین اینی میجه اینی علامه را بزنید. اینی علامه را این علامه را که زدین ایره کلیک میکنین. باز میرین ایره کلیک میکنین. بعد از باز میرین ایره که کلیک کردین باز میرین اینجا را کلیک میکنین. این پایینه اینی را بعد از که ایره کلیک کردین باز میرین ایره کلیک میکنین. اینی را کلیک میکنین. ایره که کلیک کردین باز میرین پایین اینی را کلیک میکنین. ایره که کلیک کردین باز اینی میجه دی دستی تانه میتونی که ترکی را ببرید. میتونی که نمیشتم کنین کدام مشکل نداره. اگر میخوایی که نمیشته کنین نمیشته کرده میتونی. اگر شما میخوایی که ایره ببرین بالا برده هم میتونه. خوب کوشش کنی که ایره در دست تانه بالا ببرین. این سفر ما این سفر تریدات میکنم که دسکتاپ است. این دسکتاپ رو میکنم که صفحه با ما نزدیکتر شود. صفحه نزدیکتر شود. این عادی صفحه نزدیکتر شد. عادی کوشش میکنم که را بیارم مشته نمیشه. با اول حروف چی میکنیم که این ترکی سرشن کلیک میکنیم که کلیک کردیم این تو بالا ببرین شنه این اینجا نمیشه است یونایتد استیت. ایره انتخاب میکنیم. این میره که انتخاب کردیم این سرشان که دست پانین سر یک نام باز اونمو کلیک میشه. خب ایسی شد. پس میریم google.com شما ببینین این سفر در اینجا افغانستان یا چیزی نمیشته نیسته. دسکتاپش میکنیم که به شما معلوم شود واضح تر. اینجا چیزی نامده. نه این طرف نه این طرف. خب ایره که ما شما کردیم دوباره پس میریم ایره وصول میکنیم. دوباره پس میریم در اینجا اینی سیتینگ میکنیم. اینی سیتینگ که کردیم خلاص شد دیگه. حالی میریم سیتینگ امازون میکنیم. اینجا نمیشته میکنیم amazon.com. چی شد؟ amazon.com که زدیم میریم اینی میجه افغانستان است. سیسته اینی میره افغانستان. ما شما در سه تکرار شده. اگه کسی نابلد باشه دیگه نو ویدیو رو میبینه و مشکل 2001 اپلای این نیویورک شد.
دیده میتونید میبیاروش. خب اونمو اکستنشن که ما دانلود کردیم دیگه میجه می باشه. چند دانه که است از شما اونمو دیگه می براوزر دیگه میجه می دیگه میجه می اینو میره کلیک کنید، باز بریم باز اینو میره کلیک کنید. چی شد؟ اینو که کلیک کردیم اینه برتن اونمو چند دانه رو که تو دانلود کردی اینه فعال شده. ای بی کلکولیتر هم هست این فعال شده. فعال شده. اگر میخواین که کار بکنین هم کار کرده میتونه. اگر میخواین که نی هیچ ما کار نمیکنیم صرف در چیز باشه، در صفحه باشه، در روزه شما میتونید با قسمی استفاده کنید، هر رنگی که شما او رو استفاده میکنید. درست است انشالله الرحمن. و از چیز شما چیز کنید میتونید که استفاده کنید دیگه خیلی به راحتی و خیلی به آسانی. اگر کسی بازم نمیفهمید میتونه که برای مسیج کنید در کامنت، ما برشان راهنمایی میکنم. دیگه یک پرودکت میتونه که کلیک بکنید، هر پرودکت که میخواین و پرودکت رو انتخاب بکنید. بعد از اون اکستنشن که کدامش شما انتخاب کردین و هر اکستنشن در جای خودشان کار میکنه، هیچ نوع توفیر نداره دیگه. هر اکستنشنی که شما استفاده میکنید دیگه برتن کار شروع میکنه. اون باز چند دقیقه برش منتظر میباشین دیگه کار، چون ویدیو کلان میشه بی خطر مشکل ساز میشه. خوش باشین، کامیاب باشین، وقت خوش به کلگیتنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.